سلام دوستان، این سالونی که شما دارین مشاهده میکنیم در حال واکسیناسیون هستیم پرورش جوجه محلی هستش که به صورت سنتی و نیمه صنعتی استفاده میشه. جالب توجه اینجاست که در کنار این جوجه بوقلمون در سن بالاتر وجود داره. هرچند سیستم ایمنی این دوتا نژاد از جوجه مرغ گوشتی بالاتره، ولیکن از مایع کوبی و واکسیناسیون فراموش نشه. واکسیناسیون طیور به چند صورت انجام میگیره. بسته به سن جوجه، واکسیناسیون اول به روش اسپری، دوم به روش قطره چشمی، سوم به روش تزریقی و در مرحله آخر در سنین بالاتر به دلیل استرسی که به جوجه وارد میشه باید به روش خوراکی و آشامیدنی انجام بشه. امیدوارم این مطالب واسهتون مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرتون رو راجع به این پست زیر این ویدیو کامنت کنید. موفق و پیروز باشید.